دوره مکتب یکی از صنفی عزیزم است، خواهرک خودش برای ما قصه میکرد و زمانی که میگفتن ما آشک آماده میکنیم در سبدی که گندنه را پر کردیم و گذاشتیم برای پر کردن آشک ها، خواهر خورتر ما میره و مشت گندنه را میگیره و پرتاب میکنه سمت مثلا محیط. و زمانی که ما میگیم نکو با آواز بلند، این کار شدت پیدا میکنه و بیشتری عمل انجام میده. اما شما از گفتگوی سالم و گفتگوی بسیار خوب و مادرانه یاد کردین که مادرها باید با یک لحن بسیار شیرین و با سهمگیری در کارهای کودک میتونن حداقل آموزش بدن. حالا به عنوان آموزش ما چه کارهایی را برای کودکان ما بسپاریم که مسئولیت پذیری را در وجودشان بیشتر کنه، نه اینکه بجای مسئولیت پذیری اینا لجباز شوند؟ بله، لجاجت در کودک میتونیم بگیم از جمله موارد هست که ذاتاً در دوره کودکی از جمله نیازهای رشدی هست و وجود داره. ما نمیتونیم انکار بکنیم و حتی کودکی که در دوره‌های رشدی سالم وجود داره یا قرار داره، اگر لجاجت وجود نداشته باشه یعنی که رشدش سالم نبوده و ما اون زمینه رشد فراهم نساختیم. موردی که در اینجا مادران میتونن در نظر بگیرن، من قسمی که قبلا یادآور شدم، هنر گفتگو و همچنان با منطق فهماندن کودک. مثلا شما مثال دادین که گندنه را از سبد میگرفتن و پرتاب میکردن به سمت بیرون. این در حالی است که در اینجا میتونیم برشون بفهمونیم که خب گندنی که اونجا پرتاب میشه او همون گندنی است که خواهر از خورده شوه، بنابراین اونجا ننداز.